قتل دختر 24 ساله اتباع توسط ناپدریش. رئیس پلیس آگاهی آستان از شناسایی و دستگیری یک مرد 41 ساله اتباع که اقدام به قتل دختر 24 ساله همسرش کرده بود خبر داد. به گزارش خبرگزاری پلیس، سرهنگ حکمت الله شجاعی با اعلام این خبر گفت در پی ارجاع پرونده اعلام مفقودی یک دختر 24 ساله به پلیس آگاهی شهرستان چهارباغ، تیم ویژه از کارگاهان دایره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی شهرستان مسئولیت پرونده را بر عهده گرفت. وی افزود در تحقیقات اولیه ماموران از اطرافیان فرد فقدانی مشخص شد که اختلاف زیادی با ناپدریش داشته که با هماهنگ قضایی ناپدری او برای انجام تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی انتقال و بازجویی شکل گرفته و با توجه رفتار و گفتار مشکوک از سوی او ماموران را به روش‌های ویژه پلیس بازجویی تخصصی وی در نهایت راز قتل هولناک دختر گمشده را کشف کرد. رئیس پلیس آگاهی آستان البرز گفت متهم در بازجویی‌های شکل گرفته اعتراف کرد که به دلیل رفتارهای فرزندخوانده‌اش با او مشکل داشته و در روز حادثه او با یکدیگر جر و بحث می‌کند و او به دلیل عصبانیت نام برده را خفه و جسد را در بیابان‌های اطراف چهارباغ رها کرده است. این مقام انتظامی تصریح کرد متهم پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار روزانه زندان شد. سرهنگ شجاعی در پایان خاطر نشان کرد کنترل خشم و استفاده از تکنیک‌های روانشناسی می‌تواند از وقوع جنایات اینچنین و یک عمر پشیمانی پیشگیری کند.